سلام رفقا، امروز میخوام یک ماشین صنعتی همونطور که میبینید که تو صنایع کشتی سازی خیلی کاربرد داره براتون معرفی کنم. اسمش هستش لیفتراک. لیفتراک تو صنایع کشتی سازی کار جابجایی قطعات سنگین مثل ورق‌های فولادی، قطعات موتور و تجهیزات رو میده. با چنگک‌هایی که داره، با چنگک‌های قوی که داره و ظرفیت بالایی که داره، بارها رو تا چند تن بلند میکنه و با راننده لیفتراک باید حرفه‌ای باشه، چون کوچکترین اشتباه میتونه هزینه‌های بسیار سنگینی رو داشته باشه. در نهایت لیفتراک یکی از ستون‌های اصلی لوجستیک و تولید در کشتی سازیه. اگه دوست داری بیشتر یاد بگیری، کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کن. Tempi amore, vedi per vie, e nelle verità, non baci. Tempi amore, vedi per